مطلب سیاف مزراب سردبیر هفته‌نامه SSSR سرحد به رفرم از نیاز دارد. خدمتتان عرض کنم که رسا 6 ماه مقدم در روز 9 ایول سال 2023 در برابر 15 میلیون صاحبرأی ازبکستان برادری که به انتخابات نوبتی رئیس جمهور می رفتند، بیش از 10 میلیون تاجیکستانی نیز هواخواه و دعاگوی شما بودند. به بخت خلق جمهوری ازبکستان و اقبال ملت تاجیک، شما گرام در این روز باز هم برنده کرسی پرزیدنتی شدید. چرا تاجیکان در آن شب و روز به شما مخلصی داشتند؟ زیرا طور معلوم شما بعد 10 سالهای بسته‌شوی مرز برای برادران و خواهران، پدران و مادران، عروسان و شهبچه‌های دو جانب سرحد را گشودید و ده ها هزار نفر را به وصال همدیگر رسانیدید که این خیر جاریه عمر برنامه اعمال شما وابسته خواهد بود. ملت ازبک و تاجیک طور شما میگویید یک خلقی که با دو زبان حرف میزند این نیکی شما را هرگز فراموش نخواهد کرد. و اگر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چون افول بخشنده بزرگ 14 بار امیتسیا کرده حتی قاتلان و تروریستان و دشمنان دولتش را در سال 1997 بخشید و سلافر در خاطره تاریخ ثبت شده باشد، پس شما چون واصل نفری که بعد 25 سال خویش و تبا را به وصال همدیگری رسانید نامنویس میگردید. تنها نفرانی که خدمت بزرگ شما را قدر کرده میتوانند این ساعت درک هجران و خویش و تبا را پیوندان کشیده باشند. خلاصه کلام، بعد 6 سال مرزگشایی بنده نیز خواستم از سرزمین قدیمه دولت همجوار دیدن کنم و مشکلاتی که در طول 150 متر مرز دیدم مرا مجبور کرد که به شما نامه سرگشاده نویسم، زیرا فکر دارم ایده مرزگشایی زاده تخیل شماست و به دخل بواسطه اتان این پرابلم حل و فصل نمیگردد. باور کنید محترم پرزیدنت، هر آن چیزی که در پایین می نویسم راست است. ضمن اگر کجیه در آن رفت، مقامات قدرتی و انتظامی جمهوری ازبکستان می توانند بررسی مطرح و رد سازند. باز در حالی که این شب و روزها تکنولوژی خیلی پیش رفته است و تمام رواها زیر نظارت دوربین های عکاسی یا خود کامراها قرار دارند. 6 ژانویه سال 2024 ساعت به وقت دوشنبه 15:04 با جمع دوستان و شریک درسان ناظم حسینوف، محمود خان شاهیان، ناظر بوریف و حافظ خلقی رسپوبلیکای سوسیالیستی سوویتی تاجیکستان، هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان فیضعلی حسنوف تصمیم گرفتیم به ناحیه سری آسیا رفته و در توی یک همکورسمان شرکت ورزیم. این در حالی است که برای رواها نه ویزا لازم است و نه تک و دو بسیار. به یگان اشکال به مرز رسیدیم. خطا نکنم سرحد تاجیکستان را در بین 4-5 دقیقه عبور کردیم، ولی چون به مرز ازبکستان رسیدیم انا سر شد. ما تخمینا ساعت 15:50 وارد خاک پاک جمهوری ازبکستان شدیم. نخست ماشین را ایست نموده با مایع خفالوت از ما ناپرسیده آبپاشی کردند. سپس چون در تمام کشورهای پیشرفته و دنیوی ماشین را از رنگین گذرانیدند. ماشین رنگینی استحصال آلمان فرمای مرسدس بود. ما حتی خرسند شدیم که همسایه کشور چون این تکنولوژی نو دارد و جای کافتکاب دستی را این نانو تکنولوژی گرفته است. ولی خرسندی ما تا ساعت دوام کرد که به باجخانه یا خود گمرک دولتی رسیدیم. در این محدوده همگی 50-60 متر ما را آنقدر اذیت روحی و روانی دادند که شاید در طول 58 سال عمر ندیده بودم. این ساعت ماشین من و نه تنها من که تمام هفته‌های از سوی تاجیکستان آمده را طور موشکافانه تفتیش می‌کردند که باور کنید در یگان مرز گمرک من که نزدیک 50-60 دولت جهان را گردیدم چنین برخورد را بار هم ندیده بودم. بعد رنگینی معاصر زمانوی سگ‌های بویگیر به ماشین ما در آمده نشستگاه را خوب افلاس و کثیف کردند. باجگران به من امر دادند که مثل صدها راننده دیگر روکش متار کپوت را نیز پوشایم و بگاج را نیز پوشادم. سگ‌ها در آمده خوب دو و تاز کردند، ولی طبیعی چیزی نیافته بر آمده رفتند. فکر کردم کار به همان تمام، ولی کجا؟ اکنون نوبت سربازان مرزبانی و گمرکی رسید. آنها تمامی راه‌های ماشین را کنده گشاده تگ و رو کرده روکش یا چخیل‌ها را به طور بی‌سابقه بی‌رحمانه می‌دراندند. سپس به برده‌چاک و یخدان ماشین هجوم کردند. هرچند میگفت
گفتم که ایستد خودم میکشایم، ولی آنها کشمکش کرده آن را ویران کردند. بعدها آینه‌های ماشین را قریب میکندند. با این همه گفتم بگذار کابند، کارشان است. دورتر ایستادم که هم خلل نرسانم و هم دلم به حال ماشینم نسوزد. ولی کاری که بعدها کردند بجز تأخیر دیگر معنایی نداشت. آنها لباس و حجت‌های ما را برآورده، کیسه و جیب‌ها را کافته، گریبان‌ها را پلماسیده، تخمه‌ها را دیده، حتی حجت ژورنالیستی مرا کشاده، ویزا کارت‌هایی که آنجا بود پلماسیده بکشیده عمقاً نگاه می‌کردند. من حیرانم که در ورقه ویزیت یک کارتوچکا چرا میتوان پنهان کرد؟ نارکوتیک، سلاح یا بمب. بعداً حتی داروهای مرا کشاده بکشیدند. این تحقیر با همان ختم نشد. آنها تار استاد فیضعلی حسن را برآورده تکرار کرده تحقیرآمیز پکیجی مستر کلاس گفته به من دراز کردند. گفتم این اسباب من نیست، این تار نفر است که همتا و همگون و دوست شیرعلی جوریف شماست و به تارها دست نرسانید که جورش ویران می شود. سربازی که با زبان نیم شکسته روسی و تاجیکی و ازبکی جوره ویران نمی شود گفته در داخل تار چی پنهان کرده اید گفته تار را به نواختن درآورد. این سرباز با دستان شخشولی که هرگز اسباب را نگرفته بود تار استاد فیضعلی حسن را با تحقیر روی راست می نواخت و آتش غضبش هست نشده خواست تبل تار را کفاند و داخلش را نظارت برد. گفتمش این تبل تار یا خود کوزه آن وزن ندارد، پس چرا باید تو او را بشکافید؟ چون دید سخت گرفتم تار را گذاشته سه کسه بروکش یا خود فتلر روباب در افتادند و آن را پاره کرده و با چراغ فنریک نظارت کردند. خلاصه کلام چیزی نیافتند و گفتند خوشگلپسیز. واقعا هم درباره زباندانی مرزبانان همسایه کشور در مرز باید نفر ایستد که چند زبان را میداند. اینها نه تاجیکی، نه روسی، نه انگلیسی را نمیدانستند. محترم شوکت میرمانویچ، اکنون تصور کنید که یک توریست خارجی دور از انگلیس، فرانسه و یا امریکا این فاجعه را میدید. چی میگفت؟ من باور دارم که آنها نیز این همه را دیدند و خبر را تا دولت‌هایشان بردند و این در حالی بود که من نیز توریست خارجی بودم. من هم تبع دیگر کشورم. من گرجدانین جمهوری تاجیکستان می باشم و این مرزبانان و باجداران باید حقوق‌های مرا عزت گذارند. من نمیدانم چرا چنین ستیزه میکنند آنها. شاید از ماشین نارکوتیک یافته باشند، اما این به معنای نیست که تمام ساکنان تاجیکستان نرکبران و قاچاقچیانند و باید به آنها شمان یا خود تفتیش تحقیرآمیز را روا دید. حتی جنایتکار نباید چنین تحقیر شود، چی رسد به یک توریست. محترم شوکت میرزیویف، این تحقیر و تهدید در حالی بود که من حتی خود را معرفی کردم، چون حجت هم را کشیده گرفته و تفتیش می نمودند که ژورنالیست قطاری نید، سردبیر هفته‌نامه SSSR می باشم. ولی از سنگ صدا بود و از اینها نه. ضمن آنها در برابر دیگر شهروندان ما تحقیر و تفتیش را روا می دیدند که کافتوکاب من پیش آنها هیچ بود، چون کافتوکاب تحقیرآمیز حدود 2 ساعت دوام کرد. به من گفتند که باید باج سیاه شیشه سپارم. حیران ماندم که چرا مهمان باید باج سپارد برای تریزش و به بودجه کشور دیگر که همگی برای یک روز مهمانش می شود. ولی آنها پافشاری کردند و من هم 200 سومونی یعنی گفتم $15 سپاریم دادم و چک یا خود برقیت طلب کردم و انا به بلا ماندم. باجگیر که نه روسی را میدانست و نه تاجیکی و نه انگلیسی را باز پس ماشین را برگردان که رفته از سر نو ماشین را عکاسی کنید. چون گشته آمدم با دهان پر از ناز تماکو را از راننده تاجیک گرفته بود گفت کامپیوتر از کار برآمده است و ما را باز چندین دقیقه دیگر انتظار گذاشت. راننده نازکش گفت بلا به پس همان $15 چک نپرسیده گذشته روید. ولی من گفتم هرگز نمی روم و بعد آنی که دیدن من سر نمی فرارم کامپیوترشان به کار در آمد. 6 ژانویه سال 2024 ساعت به وقت تاشکند 17:48 مسافه 50-60 متر سرحد مجهز با رنتگن های نانو تکنولوژی، سگ های بویگیر و مرزبانان خشمالود و باجگیران نازکش را که حتی 3-4 گازیته و 7 کتاب مؤلفی مرا ورق به ورق تفتیش کردند ترک کرده از این موضع برآمدم و گفتم عمر دارم دیگر به ازبکستان نمی آیم. اکنون تصور کنید چقدر توریستان مثل من چنین ادعا کرده باشند. 7 ژانویه سال 2024 ساعت به وقت تاشکند 9:56 در بازگشت مرا سورپریز برتر از دیروزه انتظار بود. روز یکشنبه و استراحت که
بود مرزبانان درها را بسته بودند. بعدا معلوم شد که باز همان کامپیوترها از کار برآمدند و ما در سرحد معاصر همسایه کشور 3 ساعت در موندیم. سپس درها باز و کامپیوترها به کار درآمدند و باز همان شمال یا خود تفتیش تحقیرآمیز، به فرقی که دیگر ما را رنگین نکردند و سگ نآوردند، ولی افسران گمرک همان بار و بوتمان را فراورده و یک یک تفتیش کرده و روکش‌های ماشین را کنده و برده‌چاک، جزدان و یخدان را کشوده و چند جای ماشین را کندند. ولی شکر که این بار از مرزبانان باچانه تیزتر گذشتیم، زیرا امروز سمینه افسران دیروزه نبود و تأخیر و تهدید نیز نشنیدیم. هرچند همان طور استاد فیضعلی حسن را برآورده و شبه آمیز نواختند و درون و بیرونش را بوی کشیدند. شاید به این علت که رباب دخانگی هنرمند مردمی به مشکانداز گرامتمیات مانندی داشت. 7 ژانویه سال 2024 ساعت به وقت دوشنبه 13:45 اخیرا سرحد ازبکستان را عبور کرده همگی در طول 5-7 دقیقه مرز گمرک و تفتیش تاجیکستان را گذشتیم. نه تنها ما که یگان ازبکستانی نیز در طرف تاجیکستان یگان مشکل و پرابلم نداشت و راحت مرز را میگذشت. چرا این نامه را محض به شما نوشتم؟ زیرا میدانم شما گرام ریفرماتور هستید و همه تلاشتان به آن نگرانیده شده است که ازبکستان در جهان مسلم معرفی گردد. ضمناً به فکر سیر فردی من تنها به دخالت بی‌واسطه شما میتوان به نظامی را که میراث از همان دوره مرزبندی های کریموی است تنظیم کرد. افسر و عسکران مرز باید مردمی، فرهیخته، آدمشناس، مؤدب و زباندان باشند. باور دارم در میان 35,258,754 ازبک فرهنگ پرورده صدها هزار میتوان یافت که چه زبان را دانند و با ادب باشند و جای این 20 باجگیر و مرزبان را در گذرگاه سری آسیا گیرد. با امید سرفرازی های فردی شما و پیشرفت ازبکستان کشوری واقعا هم برای ما دوست.